جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ابوبکر خداوند از او راضی بود روز از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دفاع کرد. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. روز ابوبکر صدیق خداوند از او راضی بود با سر عریان و مویهای پریشان به خانه کعبه می شتافت. در آن مکان مقدس مشرکانی بدکش رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به زمین افتاده می زدند و می گفتند این تویی که خداهای ما را برهم زده ای و یگانه پرستی را ترغیب می کنی؟ ابوبکر خداوند از او راضی بود چون در رسید خود را برای دفاع از پیامبر صلی الله علیه و سلم سپر کرده یکی را از زدن باز می داشت و دیگری را می زد و می گفت مگر شما می کشید شخصی را که می گوید خداوند من الله است و حال آن که او به سوی شما با دلیل های آشکار از جانب پروردگارتان آمده است؟ علی خداوند از او راضی بود. پس از آن که قصه دفاع کردن ابوبکر خداوند از او راضی بود را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر همنشینانش حکایه کرد، با هیجان ندا برآورد آیا مرد مؤمن آل فرعون بهتر است یا ابوبکر؟ همنشینان علی خداوند از او راضی بود خاموش بودند و او سخنانش را ادامه داد. من منتظر پاسخم، آیا جواب نمی دهید؟ همه خاموش بودند. بعد دوام داده گفت سوگند به خدا 1 ساعت حیات ابوبکر بهتر است از همه مؤمنان آل فرعون، زیرا آن مرد مؤمن آل فرعون ایمانش را پنهان می داشت و ابوبکر باشد ایمانش را آشکار کرد. خداوند از او راضی باد. بله برادر و خواهر ایمانیم، چنین بود ایمان ابوبکر. او خود را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم سپر می کرد. او در روزهای اول اسلام هم با مالهایش و هم به جانش به پیامبر صلی الله علیه و سلم کمک می کرد. او همه عملهایش را صادقانه خاص برای رازگی خدا انجام می داد. به همین سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم لقب صدیق را بر او گذاشت. درس عبرت را از ابوبکر صدیق خداوند از او راضی باد بگیریم. چنانه که او پیامبر صلی الله علیه و سلم را از دشمنان، از مشرکان دفاع می کرد، ما باید امروز ابوبکر را و این چنین آن صحابگان را که بعض بدکشان در حق آنها بدگویی می کنند و آنها را تهمت می کنند دفاع کنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.